روزی که عالمون تورات ورسی تا پی سوال ایسان امتحان کنم. استاد چه واکنم تا صاحب حیات ابدی بود؟ عیسی در جواب گفت می تورات چه نوشته؟ اوان چه بفهمی؟ جواب داد خدا معبود خود پی کل دلت، همه جون و کل قوت، پی تموم فکر خودت محبت نم و همسات لف خودت دوست داشته بود. عیسی گفت جواب درستی دهی، ایتو کن تا حیات ابدی داشته بی. اما او سیتوجی خودش عیسی پرسید همسام کیه؟ عیسی پی این مثل جوابش داد پیای یهودی از شهر اورشلیم به شهر اریحا برفت. میره به دست رهزنو افتید. آنو و لخ کردن کتک زندن و نیمجون هشتن چه رفت. اخذا کاهن یهودی هم اهم را رده بیست. اما وقتی تیش به او پیافتید ره خوشک کچ کرده ایالا دیگی جا درف. همینطور لاویه که یکی از خادمون معبد اعظم بید اونجور رده بیست. او هم وقتی به اونجور رسید و پیاندید ره خوشک کچ کرده ایالا دیگی جا درف. اما مسافری که قوم سامری بید وقتی به اونجور رسید و پیاندید دلش به حالش ساخت و پیشش رفت و زخماش پی شراب ششت و پی روغن زیتو چرب کرده هنو نبست. او و سرخر خودش وند و به کاروسرا برد و او پرستاری کرد. روز بعد 2 سکه نقره به صاحب کاروسرا داد و گفت ای پیا پرستاری کنه هر بیشتریان خرج کردی هر وقت ورگشتم به تو بدهم. اوسو عیسی او یهودی که معلم تورات بید پرسید به نظر تو کنچو عیسی نفر که ای را گذاشتن ثابت کرد که همسایه پیاییه که به دست رهزنو افتید. معلم تورات جواب داد وان که به او ترحم کرد. عیسی به او گفت رو تم ایتو کن.